لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذي خلقها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا عليكم شود دور ولیکن ما نخواهیم دید. همین مقصود بس والله اعلم. پروردگارا، دوستای خدا گفت جنت را خواهان هستند و آن حور و آن غلمان و آن ناز و نعمت هایی که در جنت داری که چشم او را ندیده است، گوش او را نشنیده است، بندگان تو این ناز میل دارم. من نخواهش جنت دارم فقط و فقط خواهان او هستم که تو از من در دنیا و در آخرت راضی باشی. خواهش من گفت میل من همین است که فقط و فقط تو از من راضی باشی. انگشت های مبارک خود ورق های قرآن وقت ورق میزد به این آیت قرآن آمده بود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و رضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم. به این آیت قرآن این بنده خدا که روبرو شده بود است که الله بیان کرد از همه قیمتترین آن چیزی که در جنت برای شما بندگانم وجود دارد این رضاگی من است. من اصلا بعد رازگیم در جنت بالای شما دیگر غضب نمی کنم. غضب من از بالای شما برداشته میشه. در پروردگارا به سوی ذاتی تو دعا گناهگار و از ما بندگانی در سهو و در غلط آلوده خدایا راضی باش. خدایا از این نعمتی خیلی قیمتی که رضاگی توست خدایا ما را برخوردار بگردان. خدایا جنت و ناز و نعمتهای جنت و از همه بالاتر و قیمتگانت موفق بگردان. خدایا عبادت هامون در دنیا دان. انکم فی هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکهة و لهم ما یدعون. پیش از آنی که من این آیت های مبارکه که از سوره میخواستم از برنامه امروزه بیرون نمیشوم و برای شما سه گروه اهل جنت را خبر میدهم که سه گروهی هستند که حبیب خدا گفتند از اهل جنتند. اینها حتمی در جنتند. اگر شما هم خدای مهربان نصیب گرداند و از جمله اینها باشید شما هم وارد جنت می شوید. این حدیثی راوی این عیاض است. ان عیاض رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم يقول اهل الجنة ثلاثة. عیاض میگوید اهل جنت سه طایفه‌اند. سه طایفه از اهل جنتند.
یکم ذو سلطان مقسط موفق ایمن رقیق قلب و عفیف متعفف ذو عیال. رواه مسلم. حبیب خدا گفتن یکم گروه اهل جنت ذو سلطان مقسط موفق، هر یک صاحب ولایت، هر یک خوجین، هر یک وقت دارای مقسطون عدل داشته باشد، موفق توفیق داشته باشد، پروردگار گفت این گونه رهبر، این گونه سردار از اهل جنت است. یکم هر یک شخصی که با خود عنوان بالا در پیشگاه پروردگار و الی رزق در دست الله است، در ید قدرت خدا هست. مگر این بندگانی که امروز وقتی اینها اگر عدل داشته باشند، انصاف داشته باشند و توفیق و خدا ترسی داشته باشند، حبیب خدا گفت یکم طایفه اهل جنت اینهاست. برادر عزیز و گرامی، امروز الحمدلله که روز به روز خود هر کدام او نام رئیسی دارند، نام خوجینی دارند، نام سردار کدام فیرم هستند، کدام کارخانه هستند، یا سر صاحب ولایت است. یعنی کسانی که حکومت دارند، کسانی که رهبریت دارند. وقتی اگر در برابر این یک خدادادی است، خوشبهاشان هر کسی که این گونه شرطهای زیرین ضرور بوده است، عدل داشته باشد و خدا ترسی داشته باشد. این حالت در یکم طایفه اهل جنت انا ایمین هاست. فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 طایفه هست روز قیامت هیچ سایه نیست. گفتند یکم او کیست؟ امام عادل. ببینید سرداری که عادل باشد، عدل داشته باشد. مراد از عدل انصاف دارد، راست قول است، راستکار است، نیک اندیشه است، خیرخواه است، ستم ندارد، ظلم ندارد، دروغ ندارد، بی انصافی ندارد. پیشوای عوام از او باشد، فرقی ندارد، هر رهبری که نباشد، عدل و توفیق همراه او باشد. او از جمله و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. شما انصاف کنین، عدل کنین گفت پروردگار، زیرا پروردگار عادل ها را دوست می‌دارد. ان الله ای کسانی که بندگان من در زیر دست شما کار میکنن، شما خوجین اونها هستین، شما را امر میکنم که عدل کنین. رهبر، هر یک حکومتدار، هر یک سرداری که عدل دارد، عدل نباشد، خدا ترسی نباشد، پس حبیب خدا شما را خط زده است که شما از اهل جنت نیستید. دوم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند رجل رحیم رقیق قلب لکل ذی قربا و مسلم. برادرای عزیز و گرامی، ما کوشش کنیم از این حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد شنیدن این که از ما و شما برخوردار شویم. دوم مردی بود است که بسیار مردی مهربان بود است، مردی مهربان، رقیق قلب، بسیار دل نرم دارد، بسیار دل ملایم دارد. یک برادر مسلمان او غمخوار و مهربان است، و انسانی که با رحم است. هر یک انسانی که دل او به عادی ترین بعض کارها دلسوزی دارد، غمخوار است. استاد من خدا رحمتشان من یک سخنی را میگفتند که میگفت بعدا میگوید به
همین کوچه وطخاسی که ما و شما میگوییم، به همین جا گذر کردیم. فصل زمستان بود، در یک حالت خیلی لرزان قرار دارد. خیلی از وقتی یک پرنده در خنکی در آب خنک باشد، میگوید هیچ فرصتی نشد که از همون آفتاب و فرامو به طرف ما میگو که ما همچه یک فرزند، یک اون زمانا با خورتر بودیم، میگو 10 سال گذشته است، همون غم پرنده از دل نباشیفون متعففون ذو عیال. ببینید یک کسی لیکن راه حلال پول دریافت میکند و اینها را شکمشان اسیر میکند. حبیب خدا گفت این گونه شخصم روز قیامت از اهل جنت است. این مراد از طلبیدن باید بنده های خدا دور باشد. طلبیدن بسیار یک بیعاری است. طلبیدن بسیار یک ناخوبی ها دارد. قدم به سوی طلبیدن نمیزنید. افسوس که شما از این درک ندارید، از بیعاری او، از بیعزتی او. حالا بینید امروز بعضی از اهل علم هم مثال دستی طمع دارند. این بسیار بدبختی است در اسلام که وقتی یک شخصی که اگر معروف و مشهور باشد با از بنده های خدا پول طلبد یا دستی طمع دراز کند، حق مرا دهین، برای من حق جدا کنین، اینا همه هیچ وقت در اسلام موردی پسند نیستند. ماها انشاءالله این حدیث رسول اکرم گوش انداختیم و کوشش کنیم که از جمله اگر انسان باشیم که مهربان باشیم، غمخوار باشیم و دیگر دریافت کنیم و شکم اونها را سیر کنیم و دست طلبیدن هیچ وقت دراز نکنیم. این حالت ما از اهل جنتیم. پس می آییم به این آیتی گوید جنتی ها در جنت سرگرمی نوش و نعمت های پروردگارند. یعنی وقتی جنتی ها که در جنت می درآیند به نعمت های چشم انسان او را نادیده وقتی روبرو می شوند، بسیار در او سرخوش می شوند و بسیار در او سرگرم می شوند. هم و ازواجهم فی ظلال، همراه آیله های خود، همراه این زنهایی که درای شما بغیر این زنها در جنت نصیب میگرداند، فی ظلال علی الارائک متکئون، شما همراه این زنهای خود و حورهای جنتی که اونجا وقتی این زنهای دنیایی با حورهای جنتی روبرو می شوند، مثل این دنیا بین اونها جنگ نمی شود، بین اونها نافهمی نمی شود، بین اونها ناراضگی نمی شود، بین اونها گویم که شرط ماندن نمی شود که من با تو زندگی میکنم زمانی که این زن اگر تو طلاق ندهی، تا اگر این زن دوم یا سیوم طلاق نمی کنی من برای تو زن نیستم، من به تو زنی نمی کنم. اونجا این شرط ها و این معامله های دنیایی در جنت وجود ندارد. بین اونا نه کینه است نه حسد است، همه اونها فقط و فقط تمام زیبایی خود، تبسم خود، همه گوی معامله های خوب خود فقط برای شوهرشان میکنند. هم و ازواجهم فی ظلال علی الان، شما را در اطراف این 72 حوره که برای شما میدهم، شما را در بالای زنهای خود با این حورهای خود معیشت میکنید. فی ظلال، در سایگی های درخت های جنت. ولهم ما یدعون، پروردگار گفت در بالای آن که دسترخوان ها پرتافته شده تمام میوجاتی که در جنت است در پیش شما گذاشتگی، و ما یدعون، و هر چیزی که خواهش و دل شما میل دارد در پیش شما. ما به نام آن خدایی که ما و شما را آفریده است، ما وصف جنت کردن نمیتونیم.
ما ناز و نعمتهای جنت برای شما با پررگی بیان کردن نمیتونیم. که در جنت می شود بازارهای جنت است، در جنت هم بازار است، فقط بازار جنت از بازارهای دنیا فرقی زیاد دارد. در بازارهای جنت وقتی ما می دراییم اونجا یک شمالی زیبای پیغمبری خدا گفت می وزد که این شمال می شود چهره هاتون باز هم زیباتر می شود. وقتی از این باز کجا آمد تا اگر ما و شما در داخل او نباشیم، با چشم سر اونا را مشاهده نکنیم، امروز این زبانهای ما وصف جنت کرده نمیتواند. فقط من به خاطر او یک چند جمعه دنبال این جنت به شما صحبت کردم تا که شما را میلتان، تا که شما را خواهشهاتان بازم به سوی جنت زیاد شود. در دوام آیات پروردگار گفت سلام قولا من رب الرحیم. وقتی جنتی ها وقتی پروردگار که اونها را استقبال می گرفته است، بعدا صدای می آمده است سلام قولا من رب الرحیم. پروردگاری مهربان، پروردگار علیکم بر شما ای بندگان من، خوش آمدین به این جنتی که من در دنیا برای شما او را وعده کرده بودم. ما با سلام پروردگار وارد جنت می شویم. پس می آییم با حدیث هایی که دیدار پروردگار در جنت که من گفته بودم که این جنت برای شما حدیث هایی که صحیحی که در جنت دیدار پروردگار است، جمال پروردگار است که ما و شما اکثریت ما دعا میکنیم در دنیا که خدایا ما را با جمال خود در آخرت روبرو بگردان. انا همون جمالی که امروز ما در دنیا او را دعا میکنیم، پروردگار ما را در جنت با جمال خودش روبرو میکرده است. همین من از حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما میخوام. دیدار پروردگار برای اهل جنت حق است و لقاء الله تعالی لأهل الجنه حق. در عقاید میگذرد که لقای پروردگار برای اهل جنتی ها حقیقت دارد. یعنی البته جنتی ها در جنت با دیدار پروردگار. جریر ابن عبدالله که راوی این حدیث است میگوید کنا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم فنظر الى القمر ليلة البدر كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته متفق علیه. حدیثی هست که هم بخاری روایت میکند، هم مسلم روایت میکند، هم ابو داود و هم ابن ماجه و هم نسائی و دیگر کتب احادیث همش اتفاق نظر دارم به این حدیث که جریر ابن عبدالله میگوید ما نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودیم، حبیب خدا به سوی مهتاب نگاه کردند، مهتابی که ما و شما در شب 14 و 15 وقتی به مهتاب نظر کنید چقدر روشنی زیبا دارد، همچنان روشنی دارد که دنیا را همگیش روشن میگرداند. به سوی همون مهتاب نظر کرد و به سوی همه ما اصحاب و بندگان خدا گفت انکم سترون ربکم عیانا. خدا همچنانه که امروز شما به مهتاب به یگان مشقت و به یگان مزاحمت به یگان مشکلات شما به همین مهتاب نظر دارین، همچنان ایستاده این. آیا در دیدن همین مهتاب یگان مشکلات به شما گفت احساس می شود؟ گفتن نه. گفتن انا همچنان پروردگار کنه روز قیامت شما می بینید. شما در جنت مثل مهتاب به اون نظر می اندازید. این حدیث هم دلالت به چی می کند؟ بر دنیا. در الله خود در قرآن می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. مگر میگوید که در دنیا کسی
حتی حدیث هایی که در عقاید ابو جعفر طحاوی هم آمده است، حدیث عایشه است که کسی که گوید محمد صلی الله علیه و سلم در شب معراج پروردگار دیده است، او دروغ میگوید. مقصد حتی شب معراج هم که با دعوت پروردگار نزد الله رفته بود دروغ میگوید. دیگر هم میگذرد که وقتی از رسول الله ابی ذر غفاری میگوید پرسیدم، میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر من جواب گردانید که من. پس اینا دلالت بر همین میکند که در دنیا خدا را دیده نمی شود. حتی قصه حضرت موسی هم دلالت بر همین میکند که وقتی که حضرت موسی در مقام کلم الله و موسی تکلیما، حضرت موسی با پروردگارش سخن میگفت و حتی وقتی که سخن گفت حضرت موسی قال رب ارینی انظر الیک، پروردگارا ما به واسطه جبرائیل با تو سخن میگویم، صدای مرا ذات تو میشنود، صدای تو را من میشنوم. ای پروردگار خواهش اینه دارم که یک بار جمال تا برای من نشان ده. از پروردگار جواب آمد ای موسی مرا دیده نمیتانی، من میدانم که انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، به سوی کوه نظر کن، اگر همان کوهی که در پهلوی توست یا در نزد توست اگر قوت دیداری من کند، من جمال ما برای تو نشان میدهم. فلما تجلی ربه للجبل، وقتی پروردگار میگوید نور تجلی خدا به سوی همون کوهی که اشاره کرده بود روانه کرد. بعد این نور الله به کوه رسیدن چی شد؟ جعل، پروردگار میگوید وقتی که نور تجلی الهی به این کوه زد، بعد زدن این کوه پاره پاره شد و خر موسی صعیقا، موسی این حالت دید میگوید به زمین زد و بیهوش شد. بعد میگوید به هوش آمدن حضرت موسی گفتند سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین، پروردگارا بزرگ هستی تو، ایمان به ذات تو دارم. این هم دلالت بر اون میکند که حضرت موسی هم گویم به دیدار پروردگارش در دنیا موفق نشد. پس ما عقیدمان همین است که دیدار پروردگار برای اهل جنت در بهشت البته موفق می شود. در دوام حدیث می خوانیم، حدیث صهیب است که اینا مسلم روایت کرده است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم، میگوید وقتی که اهل جنت در جنت می درآیند پروردگار ما زیاد کنم میخواهید؟ الم تدخلنا الجنة و تنجینا من النار، پروردگار وقتی میگوید میخواهید که من برای شما چیزی را زیاد کردن، ما پاداش خوب میدهیم و زیاده. و این زیاده که در آیت قرآن آمده است مفسرای کرام میگویند این زیاده جمال پروردگار است. برای آن کسانی که در دنیا عمل صالح کردن هم پاداش نیکو و زیاده، این زیادهش گفتن دیدار پروردگار است. ربها ناظره، آن روز چهره ها شمار اهل جنت های قرآن دلالت به این میکند الی ربها ناظره، این چهره های تابان ما، این چهره های سفید ما نظر کننده به سوی چهره پروردگار هستند. وقتی میگفت تریدون جنتی ها میگفتند الم تبیض وجوهنا، پروردگارا آیا ماها را نورانی نگردانیدی؟ آیا این زیاد گردانیدی؟ و تدخلنا الجنة، آخه ما را وارد جنت حدیث فیکشف الحجاب فما ملائکه را پسی پردند ما اونها را ببینیم چه حالت است.
مقصد کیا هستن پس پرده؟ بعدا پروردگار پس پرده ایستادگی است. فیکشف الحجاب، آن پرده ای که گویا پیش جمال پروردگار است. ملائکه ها میگوید پرده را بیراه میکنند. فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم، هیچ چیز افضلتر و هیچ چیز های خدا میگوید همین تا یک آشکارا بجرت مولا برای شما میخوانم و بعد این انشاءالله دعا میکنیم. ز لطف خویش فرمان میداد از پروردگار به سوی ملائکه های مقرب خود که این ملائکه های مقرب این پرده های در پیش بوده را بیراه کنید، ولی خبردار ببینن اهل جنت زود دیدار. همه در سجده افتان است و حیرت، زی خود بی خود شوند از ذوق وحدت. یعنی وقتی که پرده ها که برداشته می شده است، پروردگار که جمال خودش به بنده های خودش که نشان می داده است، همه بنده های خدا می گوید از ذوق از شوق می گوید بیهوش می شوند. با یک قول فرو مانند 100 سال ز ذوق دیدن دیداری حق لال. و دیدار پروردگارشان با یک قول حضرت مولوی میگوید 100 سال بنده های خدا میگوید بیهوش میشوند و در ذوق دیدار پروردگارشان در راحت منتظر حال شما هستند. شوند در گریه ها و شور و اوغان. همه جنتی ها بعد این که میشنوند سخن جبرائیل که پروردگار امر کرده است که روند قصرهاشان، روند نزد حورهاشان، روان آن مکانی که هر چیز مش میگوید در شور و در فتور و در غوغا و در گریه میگه فرو میمانند. برای چی؟ برای چی گریه میکنند؟ شوند در گریه ها و شور و افغان که حاجت نیست ما را حور و غلمان داریم. ما حاجت اون سوگ و اون بهترین نعمت هایی که در جنت است و او هیچ حاجتی نداریم، بلکه چی حاجت داریم؟ هیچ میل نداریم، هیچ خواهش نداریم که مقصد او و جز دیدار دیگر هیچ مراد نداریم، هیچ مقصد نداریم. بسا که فردوس و همان نعم و بهشتم، تمام او بری ایشان سرشتم. رو باز یک بار دیگر جبرائیل غریبی و ریاضت های زاری کنون رفته شوند در عیش جنت بنوشید ببینید این جمال و جلوه ما. رو گناه برای مشقت اونها، برای این قدر مهنت و زحمتی که در دنیا کشیدند، روان نوش و نعمت ها را استفاده روزی در جنت در همین جا آیند من جمال ما به شک برای اونا نشان. دنیا پروردگار فضل داده است، در آخرت هم جمعه را پروردگار فضل داده است. این جمعه هایی که شما با ذوق و با شوق آمده میخوانید، این جمعه هایی که شما به گرمیش نگاه نمیکنید، به سردیش نگاه نمیکنید، به سودا و به آن شنت میشوید. خوش به حال همه شما. انشاءالله من از پروردگارم امید دارم و از این بشارت و از این حدیث های خیلی بی عددی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای بندابی یگانه ما و شما از راه خدا و از راه رسول است، ما و شما البته داخل این جنت می شویم. حبیب خدا می گفت کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. قیل و من یعبا یا رسول الله؟ قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. می رود کی هاست آن به انصاف ها، کی هاست آن به عقل ها، کی هاست آن شخصانی که فهمیش ندارن که این گونه مکان، این گونه گویم که جای زیبا را خواهش ندارن. کی هستند؟ حبیب خدا گفت کسی در دنیا مرا دوست داشت شد او را خواهشش جنت است، او پاداشش جنت است. لیکن کسی که در دنیا فقط ما باید بالاتر دانیم، باید عزیز دانیم، باید نگویی اندک کجم که باشد گفته نتواند که این نشانه بی‌غیرتی ما،
نشانه به محبتی ما را در آنقدر قدرتی که خدا بر من داده بود، من برایش این بهترین